من میگم شما دارید میگید حضرت علی داخل اتاق بوده، میگم بنابر روایت شما میگید خاکم به دهن، خاکم به دهن که خاکم به همه مراجع باید خاک به دهنشون بگیرن که علی مرتضی رو تو خونه میذارن که دختر رسول الله اونجا کشته میشه. بله که خاک به دهنشون. شما جواب به من بدید، نرید سراغ یه مطلب دیگه. بینندگان عزیز، به فارسی سلیس دارم از یک نفر بپرسم، به فارسی سلیس ساده، کسی که همه متوجه میشن دیگه، نمیدونم آشنایی با حدیث و رجال حدیثی نمیخواد. حضرت علی در یک خانه ای بوده، چند مرد دیگه در اون خانه بودن، فاطمه زهرا را در باز میکنه، آتیش میزنن در رو، در یک اتاق بین در و دیوار گیر میکنه، پهلوش نمیدونم میخ میره، تمام این خزعبلاتی که به قول این آقایی که تماس گرفتن خاک بر دهن هر کسی که این حرف رو بزنه. حضرت علی در اونجا چه کار میکرده؟ ابوبکر داره میگه من حمله کردم پشیمونم، تو میگی علی کجا بود؟ ابوبکر رو این پشیمونی که من نمیتونه جواب بده. بینندگان عزیز متوجه هستید که نمیتونه جواب بده؟ متوجه هستید که میدونه خاک بر دهن هر کسی که حضرت علی رو انقدر بی غیرت نشون دادن. من دارم سوالی رو میپرسم که در این برنامه صحبت شده. زنگ میزنه در 2 برنامه قبل میگه من میخواستم در مورد مطلب شما در برنامه هفته قبل صحبت کنم، ولی الان که این مطلب رو برای شما آوردیم، موضوع برنامه امروزمونه، سوال دارم میپرسم در موردش ازش، میگه که نه ابوبکر گفته من نمیدونم پشیمان هستم. سوال من از شما واضحه، علی مرتضی فاتح خیبر اسدالله غالب وقتی که به دروغ شما که خاک بر دهن هر کسی که بخواد همچون بی غیرتی رو به علی مرتضی بچسبونه، علی مرتضی در روایت های دروغین شما در خانه چه کار میکرده وقتی دختر رسول الله علیه السلام اونجا داشته بچه سخت میکرده، کتک میخورده، چه کار میکرده علی مرتضی اون چند نفر دیگه که تو اتاق نشسته بودن؟ حالا باز بگو ابوبکر صدیق، باز بگو عمر خطاب، باز بزن به پوپولیست، باز بزن به صحرای کربلا، چون جواب نداری بدی. صحبت کنم. صدای من میشه باز کنید؟ صدای شما بازه کلا بس از استودیو. بله الحمدلله که مشخص شد بی‌غیرت آقای حسینی که پشت سر تو قایم شده جرئت نداره جواب سوال منو بده. ولی من جواب سوال تو میدم. جواب سوال شما این آقای موحد عزیز، طبق روایات شیعه حضرت من نمیدونم داری چی کار میکنی که صدای منو داری؟ بله صداتون واضحه، بفرمایید. ولی من کارش کنم گوشی یکم بکن نگید که منم حداقل متوجه باشم. طبق روایت های شیعه عزیزان، من اینو یک سال یک تا نیم با همین آقای سعودی همین رو بحث کردم. طبق روایت های شیعه حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا دم در بودن، دیگر این آقایون دارن میان پاشدن در رو بستن، در قرآن اومده بابا بدون اجازه وارد خانه مردم نشید. اینها ادعای اسلام. بذار حرفم تموم بشه آقا جان. من نیم ساعت رجزخونی ها حرفای دوئلوی شما رو گوش کردم. بذار حرفم تموم بشه دیگه، اجازه بدید. بله بفرمایید تموم شد. بذارید آقای موحد اجازه بدید دیگه. آقای حسینی که بی غیرتی خودش ثابت کرده سکوت کرد. آقای محترم من سکوت کردم، حرفتو بزنید. چی وسط صحبتتون جواب نداری، داری چرت و پرت میگی؟ حرفتو بزن دیگه. سکوت کردم صدا داره واضح پخش میشه. من سکوت کردم صدای تو داره پخش میشه، وسط صحبت توهم میزنی میگی بذارید من حرفمو بزنم. من سکوت کردم، حرفتو بزن. قولت این تو این بذار این حرفش تموم کنه. این جنایت رو اینها انجام دادن. شما بگید چرا حالا ابوبکر که خودش داره میگه من حمله کردم؟ اینو بهتون میگم. حضرت فاطمه زهرا پشت در وایساده بودن، عمر رفت هیزم آورد، آتیش گرفت، آتیش زد، آتیش بالا اومد، حضرت فاطمه پشت در وایساده بودن. اصلا یهو اومده بودن پشت در، نگاه کردن منتظر این چی صدا داره میاد، دارن داد میزنن، دارن آتیش درست میکنن. من پشت در وای میسم همینطور. علی مرتضی درست اون گوشه نشسته. علی تو گوشه، من خب پشت در وایسم ببینم که اینا چی میکنن. من 10 دقیقه پشت در وایسم، بعد هی فشار میدن، علی مرتضی هنوز پشت در وایساده، آتیش گرفت، در آتیش گرفت، بنزین بزن روی در، بعد بزن چقدر طول میکشه آتیش بگیره. همینطور وایساده بوده. اما جواب سوالتون ابوبکر صدیق، این روایتی که اولا که خداوند فرموده که قل